یک هموطن ما خواهش کرده بود که استاد ابو که ما گپ بزنه. ما چون افغانای خارج ما که نه کمره است اضاف نیست، یعنی اگر ما بخوایم فرض مثال سمینار نگیرم حاضر هستن $100 بتن کتشان ما مثلا یک 20 دقیقه گپ بزنم، ولی من میگم نه، ما پیسی که مثلا یک نفر شما میگه بیاین بگو استاد همین سمینار چند میشه، من میگم مثلا بر من 2000 میکنه، تو بگوی من برای تو 50000 میتونم، همین سمینار تنها بر من بده، به خدا قبول نمیکنم، قبول نمیکنم. چرا؟ ما دنبال پیسه نیستم که تو 50000 پاشوی ما دیگه سمینار نت میره برای تو بتم، نه، ما دنبال از این بحث برای کلی برسه. بنان ما اینی وقت ترجیح میتم که 2000 باشه ولی شما میشنوین، بعدش ویدیو میشه کلی میشنوه. از این که $100 بگیریم یا 200 کت یک نفر گپ زنم. خوی عمر جان گفته بود گپ زدیم کتش قصه کت میگه 2 سال میشه دروازه خانه مرا کس تق تق نکرده، میگه دکتر صاحب دیگه رقم زندگی 2 سال میشه دروازه شون کس تق تق نمیکنه، میگه 5 سال است من در خانه کرانشین هستم تا بالی صاحب خانه رو ندیدم، کرا پر میشه حساب بانکی پیسش روان میکنه. یک داگک سگ دارم، میگه امروزه میگه من ایران هستم 2 تا کار میکنم، میگه پیش خود بیخی دیگه من بیهودگی رسیده، چی مانا برو کار کو بیا پسی دمالیات دور میخوره دکرا دور میخوره، میگه زندگی برم بیهوده شده. وقتی سیمینار موضوع بتانم مو هموطن ما را دمو امریکا، میگه در بهترین شهر امریکا هستم، نام گرفت یک شهر بهترین شهر امریکا است، تنها $2500 کرای خانهش است، یعنی تو یک جای دیگه، ولی دموج احساس افسردگی داره و ما تو جمع میشیم تنها به فکر خود نیستیم، میگیم می به مو هموطن ما در امریکا هم برسه خوش شود. امروز هموطنای موتور رفته فکر نکنین حالشون خوبه سوجه، هر 100 فامیل اگه یکیش در یک جایی رسیده باشه که آرام باشه دیگه به خدا در بدل است، یا خانه دور از یک جای افتیدی، از پدر مادر از قوم خیش دور، هیچ کس نشناسی، سخت است.